قضا و قدر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الله حق سبحانه و تعالی می فرماید: هیچ مصیبت در زمین و در جان شما نمی رسد مگر پیش از آن که آن مصیبت را بیافرینید. در کتاب نوشته شده است به درستی که این بر خدا آسان است. تقدیر ما پیش از تولد ما نوشته شده است. دیگرگون کردن آن بجز الله کسی نمی تواند. یگان چیز از این نوشته خطا نمی شود. به درستی که اگر این عقیده در وجود شما جای گیرد، در دل شما ریشه دواند و هر واقعه را جایزه، هر محنت را راحت و هر بلا را عطا حسابید، بهترین شخص در حضور خداوند حساب می شوید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: خداوند به هر کسی که نیکی بخواهد بر سر او مصیبت را ارزانی می دارد. پس آنچه که در تقدیرات خود می بینیم از قبیله بیماری و بدی و مرگ شخصی نزدیک و زیان مالی و جانی، پیشتر از وجود آمدن ما و شما نوشته شده است که این اختیار آفریدگار بزرگ است. خوشا به حال مصیبت زدگانی که از آن چی که خداوند برایشان نازل می فرماید رضا هستند و شکرانه بلا و قضای بدی روزگار می کنند. اگر به تقدیرات خداوند ایمان نه آورده باشید، هیچگاه عصب شما آرام نمی شود، وسواس دل شما دور نمی گردد، تشویش های نفسی شما قرار نمی گیرد. پس می توان خلاصه کرد که آن چی که در لوح جبین نوشته شده است آن را وام خوری و خلاص، دیگر چاره و یا رهایی نیست. هیچگاه فکر نکنید دیواری را که افتیده است شما گویا قبلا می توانستید که او را از افتیدن باز دارید. هیچگاه اندیشه نکنید که آب ریخته را می توانستید قبلا از ریختن منع کنید. فکر نکنید که شمال را از وزیدن نگاه داشته می توانید. هیچگاه گمان نکنید که شیشه که پیشتر شکسته است می توانستید او را از شکستن نگاه دارید. و این فکر نادرست شما باعث ضرر جان شما و خستگی روح شماست. برای همین به تقدیرات خداوند تسلیم شوید، زیرا او نفران را دوست می دارد که به قضا و قدر او تسلیم شده باشند. شما نیز تسلیم شوید پیش از آن که به غضب خداوند گرفتار و پشیمان گردید. هزار حیله و تدبیر را به کار برید هم آن چی که خداوند می خواهد همان می شود، دیگر چاره نیست. هیچگاه نگویید که اگر چنین می کردم چنان می شد یا چنان می کردم چنین می شد، که این شرک بیش نیست.